همچین محافظ قفل کتابی فکر نکنم تا به حال تو عمرت دیده باشی. کارش چیه؟ الان میگن قبلش چی بوده. ببین قبلش اینجوری بوده، یه قفل کتابی که ساده همه شما میزنید، میله در دسترس برای بریدن، جا قفلی هم در دسترس برای بریدن. حالا این محافظ وقتی میخوره روش همه رو پوشش میده. طریقه استفادهش هم اینجوریه، قفل کتابی میذاری داخلش، تمام، و اینو روی درت سوار میکنه. همه رو پوشش داد، تمام کار رو گرفت. به خاطر اینه که میگم پیج استاد محمود رو فالو کن، چون براتون امنیت میاره. در خدمتتون است.